لندن است BBC برای افغانستان. زنان در کوهستان‌های دور در شرق افغانستان چه روزگاری دارند. همکارم ملاله شنواری در ولسوالی شنوار ننگرهار با زنانی که مثل متاع فروش شدند صحبت کرده است. اول انقلاب نوای شوی زکونده شوی. انقلاب که شد ما بیوه شدم. 2 دختر داشتم که با ما بودن. همه ما با پسرندرم زندگی میکردیم. چرا تو را تا حالا نفروختن؟ اینجا خود زنها را میفروشن. خبر بلا وکنه دغسی به توتی چمچه سرب قراره تیریدم تیر عمر که بچی خدای را اکرم رشو دعانی مفات شوی او خپل دبر که اومه گپ در جای دیگه بود خواهر. من بعد از سالها صاحب یک پسر شدم، اما او از دستم رفت. فقط 2 دختر برام ماند. بسیار با احتیاط زندگی میکردم و خود از چشم همگی پنهان میکردم، چون در بین قوم خود زندگی داشتم و گفته بودم که هر قدر زندگی سخت سرم بیایه شوهر نمیگیرم. حالا سالها گذشته و فصل خزان زندگی مرسیده. ما با امید خدا نشستیم. خودلت سړی نه و بل خدای و دینم شوهر خارزاده زن دیگر داشت. زنش نمیگذاشت که او هم با شوهرش باشه. بالاخره شوهرش او رو فروخت. مرد کور خرید و هم فوت کرد و بالاخره او برای مرد سوم فروخته شد. اما زنایی که فروخته میشن طفل خود داشت، واره کی نگاه میکنه؟ بیا مغه کورنه چه خرڅه کړی خو مریض شدیم. اما خانواده کور فروخته بسیاری وقتا طفلاشان پشت مادرایشان مریض میشن. طفلک خورزاده پشت مادرش دل انداخت و جان داد. چرا شوهر اولش رو فروخت؟ اول میړه خدا غسه خزي منګه. خب شوهر اولش رو خوش نداشت، فروختش. اونا هیچ کدام پروای طفل زوری ندارن. این مسلمانی نیست. اگه مسلمانی باشه کس طفل کس را از آغوش مادرش جدا میکنه. زنای بیوه فروخته میشه؟ تاسو اړه ماشومان څوک نه کسی به فکر طفلای از اونا نیست. ظالمانه اونا را به فروش میرسانن. چند فروخته میشن؟ خدا 3 لک و 2 لک 100,000 200,000 یا 180,000. ما شنیدیم که کسایی که قاطر ندارن به خاطر قاطر زن خودم میفروشن. آیا این صحیح است؟ خزو ته خرڅه کچره. بله کسی که قاطر نداره زن خودم میفروشه، قاطر میخره. خوب قاتل خوب است یا زن؟ کچره خای قاطر خوب است، برشان بار میاره. شما خو میدونید که زنها اینجا از کو چوب میارن، بار میارن. خزي وره بار نشره اوړه لگا کچره چره خو دیش منو پاره کودک 10 ساله‌ای که با او همراه بود نیز در پاسخ دادن شرکت کرد. زن که او مقدار بار آورده نمیتونه. قاطر روز 30 سر 40 سر بار میاره و 400 افغانی در روز درآمد داره. دولت و کس دیگه نمیگه که چرا این کارا میکنن، چرا این زنا را میفروشن. څوک څنګه دلته نشته داسې نه هیچ کس اینجا چیز نمیگه. دولت هم اینجا نیست. هر کس به طب میل خود کار میکنه. یک زن تا خریدار داره فروخته میشه. اون زن فروخته شده و یک زن دیگه هم پشتکاش اینجا مانده فروخته شده. دختر دیگر را میپرسم چند ساله است؟ میگوید 13 ساله شاید باشم. آیا از این خوشحال هستی که عروسی کردی؟ نه. چرا؟ اما تو چرا به تو ظلم میکنن؟ هر وقت که زن برادرم از اینجا میبرن در خانه ما ناخوشی پیدا میشه. باز دانمو وقت ما هم دچار مشکل میشم. چرا مگر تو را به عوض زن برادرت عوض کردن، بدلت کردن؟ برادرت بزرگ است یا تو؟ برادرم. چرا در این سن خرد برادرت عروسی کرده؟ نمیفهمم. پس تو خوشحال نیستی؟ نه. ملاله سراغ زنان را در کوهستان‌های مومند می‌گیرد. جایی آنها از رودخانه طوفانی عبور می‌کنند و از کوه چوب می‌آورند. بعد می‌روند و با کوزه‌ها و دیگ‌های گلی مخصوص آب می‌آورند. جان چه دیگ بزرگ را به سر خود گذاشتی؟ به کجا میبری؟ دا کور ته وړم خانه میبرم. بسیار گرنگ نیست؟ ولی نه چرا نیست؟ تیر شدن از این رودخانه برتان مشکل نیست؟ بسیار مشکل است. طفلتان در بغلت است. او کنه کور کې مت بله کسی در خانه نیست که نگاه کنن. خود دیگه چی کار میکنی؟ بغیر میریم از کو چوب میاریم. خود جان خودت خود 2 کوزه را به سرت گذاشتی، او را هم دقیق رای دور. نه ټولې که بله اینجا همونطور است. تا خانیتان چه قرار است؟ 1 ساعت راست. مردم رای شما کمک نمیکنن؟ نه نارینه موږ سره مرسته نه اینجا مردا با ما کمک نمیکنن. اینجا رسم نیست که مردا آب بیارن. ما در زمین هم کار میکنیم. پس مردا چی میکنن؟ آقا نست یا سیار مردا فقط ششتن دیگه.
قطعه خاوری یکی از محققان افغان میگوید در افغانستان نباید فقط به ارائه مشکلات زنان بسنده کرد. کله چې د علم رڼا نه وي، کله چې سواد نه وي، نو څوک په خپلو حقوقو څه پوهېدی شي. نو همغه ده چې هغه د جهالت توره دوره په ځینو افغانی سیمو کې البته په پلو باندې در جایی که دانش و سواد نباشد مانند دوران جهالت پیش از اسلام است. برخی از نشانه های دوران جهالت هنوز در برخی مناطق افغانستان معمول است. لازم است در این زمینه از سوی وزارت زنان و سایر ادارات مبلغین بر روستاها فرستاده شود تا برای مردم گفته شود که زنان چه حقوقی دارند و چه برخورد با آنها باید صورت گیرد. زنان در افغانستان شدیداً تسلیم چنان بندها و سنت‌هایی هستند که تعبیر و یا توجیه آن نه بر اساس قوانین شرع اسلام و نه قوانین مدنی توجیه ناپذیر است. اما آیا این وضعیت محصول جنگ و فقر است یا ناشی از سنت‌های معمول؟ اگر زن اعتراض کند چه خواهد شد؟ اردوان روزبه، سردبیر ماهنامه آسیب شناسی ایران که برای پژوهش به افغانستان آمده است، در مورد اعمال خشونت‌ها علیه زنان به این نظر است که تفکر سنتی عامل برتر است. تفکر سنتی رو بیاد به عنوان عامل برتر بهش فکر بکنید. زنی که اگر کوچکترین رفتارهای اجتماعی رو از خودش نشون بده به عنوان یک فرد خائن محسوب میشه در یک جامعه و در گذشته رسم بر این بود. حالا من میدونم که در بعضی از مناطق و قبایل هم هنوز این ترتیب وجود داره. پدر یا برادران اون زن این رو میکشن و از بین میبرن تا این لکه ننگ رو از خانواده خودشون دور کنن که در یه مقاطعی حتی تحصیل هم و تقاضای برای تحصیل هم میتونست یکی از همین نقطه ضعف ها باشه. من این سنت های غلط رو برتر میدونم نسبت به مسائل اقتصادی و جنگ. اگر باورهای ذهنی یک آدم باورهای درستی باشه، به هر حال ممکنه که رفتارهاش در شرایط نابهنجار جنگی یا نابهنجار اقتصادی تغییر بکنه، اما این تغییرات تا اون حد فزاینده و خرد کننده نیست. آدمی این تغییرها خرد کننده میشه براش که در اصل باورهای ذهنیش باورهای درستی نیست. بگذارید این دوتا رو و این دو مورد رو، یعنی بحث اقتصاد و جنگ رو، بعد از سنت های غلط قرار بدم. اما اگر در اینجا که سنت ها برتر از هر قانونی عمل می کند و اعتراض زن برای رفع ستم و دستیابی به خواستهای مشروعش می تواند با فروش یا مرگ پاسخ داده شود، بشنویم که جنگ و مهاجرت در جاهای دیگر چه بلاهایی را بر سر زنان افغان وارد آورده است. اینجا لندن است، رادیوی BBC. به لحظات اخیر برنامه میرسیم. برنامه بعدی ما به زبان پشتو است که همکارم سعید محمود با شما خواهد بود. من نقیب بیان به اتفاق شعیب شریفی تهیه کننده برنامه و عمر شریف قیاسی دستیار تهیه با شما خداحافظی میکنم.